سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب یونیکورن فارکس خوش اومدید. ما تصمیم گرفتیم 0 تا 100، یعنی از 0 مطلق بازار فارکس تا 100% بازار فارکس، یعنی جایی که طرف و فرد بتونه معامله کنه به راحتی و سود بگیره از این بازار رو به شما آموزش بدیم. دوستان در ابتدا کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و لایک کنید ویدیوها رو و زیر ویدیوها کامنت انگلیسی بذارید که ثابتون نپره. بابت حمایتتون ازتون متشکرم، ازتون ممنونم. دوستان چنل تلگرام و آیدی اینستاگرام براتون توی دیسکریپشن میذارم، اگر خواستید اونا رو هم ساب و فالو کنید که چنل تلگرام چنل سیگنال های ما هستش و میتونید از سیگنال های ما استفاده بکنید، میتونید از تحلیل های ما استفاده بکنید توی این بازار. خب بریم برای ادامه آموزش. دوستان توی ویدیو قبل اومدیم توی آخر ویدیو، یعنی آخرین مبحثی که گفتیم راجع به پیپ بود که اصلا پیپ چی هست و چجوری ما پیپ رو باید حساب کنیم توی جفت ارزها. خب محاسبه پیپ به قیمتی که شما سود گرفتید اصطلاحاً. دوستان ببینید، برای مثال قیمت از 14.66 میرسه به 14.86. خب شما اینجا میدونید که 20 پیپ بازار بای داده یا صعود کرده، ولی نمیدونید چند دلار یا چقدر سود کردید. دوستان روی پیپ حالا من میام بهتون میگم که چقدر برای مثال 20 پیپی که اینجا نوشتم بسته به لات سایزی که معاملتون رو باز کردید چقدر به شما سود داد. دوستان لات سایزی که باز کردید یعنی چی؟ یعنی همون بهتون گفتم توی چند تا اسلاید قبلی بهتون گفتم وقتی میخواید معامله توی بازار فارکس باز کنید به دلار حساب نمی کنید، به لات حساب میکنید و بسته به اون لات سایزی که معاملتون رو باز کردید پیپ برای شما مقدارش الان توضیح میدم. اگر 1 لات باز کرده باشید، یعنی حجم معاملاتیتون 1 لات باشه و 20 پیپ سود بگیرید، 200 دلار سود کردید. هر 1 پیپ روی حجم 1 لات 10 دلار. دوستان گوش کنید، هر 1 پیپ روی لات سایز 1 لات برابر 10 دلاره. یعنی اگر توی حالا این معامله که من برای شما مثال دارم روی 1 لات 20 پیپ گرفته باشید که اینجا نوشتم 20 پیپ بای داده، یعنی شما 200 دلار گرفتید. روی حجم روی لات سایز 1/10 لات شما 20 دلار دریافت کردید و روی لات سایز 1/100 لات 2 دلار دریافت کردید. یعنی این عدد اگر جابجا بشه برای شما روی این حجم ها، روی این لات سایز ها، این مبالغ رو شما سود کردید، اصطلاحاً از بازار گرفتید. بریم اسلاید بعدی. خب انواع تحلیل ها. دوستان به طور کلی 2 نوع تحلیل داریم، یکی تحلیل فاندامنتال هست، یکی تحلیل تکنیکال. دوستان هر دوی اینا رو برای شما توضیح میدم به صورت کامل، ولی ابتدا تحلیل تکنیکال رو به صورت کامل به شما توضیح میدم که باز تحلیل تکنیکال انواع داره و هر کدوم یه سری تحلیل ها و فرمول هایی داره برای یاد گرفتن. و اول ما اصل بحثمون روی تحلیل های تکنیکاله، ولی خب تحلیل فاندامنتال در کل چیه؟ تحلیل فاندامنتال به تحلیلایی که در سر بررسی اخبار و شرایط جهانی و اتفاقات جهانی که ممکنه روی اون قیمت ارز مشخص یا قیمت حالا سهام مشخص تأثیر بذاره بهش میگن تحلیل فاندامنتال. یعنی فاندامنتالیستا میان از روی اونایی که تحلیل فاندامنتال کار میکنن میان از روی اتفاقایی که تو سطح جهان میفته، اخبار سطح جهان، یا برای مثال
یه موشکی از یک کشوری به کشور دیگه خورده، یا رئیس فلان بانک نیویورک یه همچین خبری رو داده، نرخ بهره رو فلان قد اعلام کرده. روی این جور اخبار میان تحلیل میکنن که این بازار ممکنه تا اینجا پیش بره یا تا اینجا برسه. تحلیل تکنیکال که ما روش میخوایم برای اول زوم کنیم چیه؟ تحلیل تکنیکال تحلیلیه که از روی کندل ها و نمودار بازار به وجود میاد، که حالا من در ویدیوهای بعدی کامل به شما توضیح میدم که چند تا کندل داریم و چجوری باید از روی تحلیل تکنیکال ما به سود برسیم، چجوری میتونیم کندل ها رو بشناسیم و چه کار میتونیم بکنیم. دوستان من این ویدیو رو به پایان میرسونم، چون ویدیو بعدی صرفا میخوام راجع به تحلیل تکنیکال و معرفی کندل ها باشه که قشنگ متوجه بشید که دیگه نخواهید ویدیو عوض کنید. تا اینجای کار مباحث بیسیک، یعنی مباحث این که فارکس چیه، لوریج چیه، پیپ چیه، بروکر چیه، چه ابزاری برای وارد شدن به بازار نیاز داریم و جفت ارزها چی هستن، توی فارکس چی معامله میشه، چجوری قیمت جابجا میشه، همه اینا رو براتون توی این ویدیوها گفتم، توضیح دادم. دوستان صبور باشید توی این بازار، واقعا صبور باشید و به احساسات خودتون غلبه کنید و خودتون رو کنترل کنید و امیدوارم اگر این اتفاق بیفته و با آموزش هایی که من میذارم توی کانال خوب تمرین کنید، میتونید سود مداومی از این بازار داشته باشید. دوستان چنل یوتیوب، چنل تلگرام و پیج اینستاگرام رو همراهی کنید، حمایت کنید، زنگوله رو فعال کنید و لایک کنید ویدیوهای ما رو. دوستان حمایت شما باعث میشه که ما دلگرم بشیم نسبت به آموزش دادن. متاسفانه پیج اینستاگرام ما حدود 2 هفته پیش پرید و ما تصمیم گرفتیم این بار که پیج اینستاگراممون رو دوباره داریم میاریم بالا و راه اندازی میکنیم، پیج یوتیوب هم باش فعالیت کنیم و در داخل یوتیوب آموزش ها و اصطلاحاً مشاوره ها رو بذاریم که بتونن ببینن، بچه ها دوستای عزیزمون بتونن ببینن و کامل یاد بگیرن. دوستان بعد از اینکه بنده تحلیل تکنیکال و کلا تحلیل های بازار فارکس رو به شما یاد میدم، دوست عزیزم میاد که به شما روانشناسی رو کلا یاد بده که چه کار کنید، بس تیپ شخصیتیتون بهتون آموزش میده که چه کار کنید که توی این بازار به سود مداوم برسید. دوستان ما رو دنبال کنید، ما رو حمایت کنید، ازتون خیلی ممنونم، لطف میکنید. بدرود.